کمان. آقای عزت الله رحیمی اینجا برای چی مدین و چی رقم مدین؟ راه چی رقم بود او چی رقم؟ والله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دوستان عزیز. امروز آمدیم همراه دوستای عزیز گرانقدر جناب آقای رحمت الله امراض و جناب آقای معرفت و جناب آقای احمدی صاحب. دیگه آمدیم بخیر اینجا تفریح کنیم ان شاء الله. بخیر اینجا من زحمت دیر کنیم ان شاء الله دیگه که یک تفریح خوب خوش بگذره دیگه. خب چی رقم آقای امراض آب و هوا آب است نیست؟ والا سلام دوستان، انشالله که کلگی جور صحتمند باشین. امروز بسیار یک روز واقعا عالی بود. ما فعلا در مرحله پایانی قرار داریم، گرچند وقتی آمده بودیم در چی بودیم در پارچاوی بودیم بند داله قندهار. دیگه امروز دوستا آمدیم که امشب یک میله کنیم، گرچند وقتی آمدیم یک چند ساعت میشه. دیگه دوستان تصمیم داره که امشب اینجا بمانه و صبح بخیر طرف قندهار میره. خب بسیار عالی. آقای معرفت چی رقم وضعیت؟ دوستای روانه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. در اول سلام خدمت کل دوستان. ما جمع دوستا آمدیم روز 39 است اینجا تفریح آمدیم. طوری که میبینید وضعیت خوب است، آب زیاد است دیگه، آب و هوا بسیار مساعد است. امشب ان شاء الله تفریح کنیم اینجا، شب تیر کنیم صبح طرف خانه مون ان شاء الله. خب بشک ان شاء الله.